سلام اکا جان اکای دلاور به همه کلی مردم تاجیکستان سلام خود را میرسانم. تشکر زیاد به اکای دلاور به خلق تاجیکستان که دستگیری کردن فرزندان مرا در روز وزبینیشان دستگیری کردن. به همه سلام میگویم. این البته وظیفه هر یکی ما است. نگاه کنید، اولین سوالی که بین مردم بود، چون پس از اونی که ما از آنها صحبت کردیم شنیدیم، البته اگر که انسان خواهد بازی کردن، بازی از دو طرف می شود، چی دو دسته می شود، چی فوتبال است چی تنیس است، هر چی که باشد از دو طرف می شود. اما نواری ما از یک طرف بود. آنها این کردن وای کردن. اولین سوالی ما که کلین رو بد کردن و گفتن که گریخت. انا بله اکا جان، من این سخنها رو شوندم، خیلی غضبانی شدم. این همش دروغ است، باور نکنید. مردم تاجیکستان به این گپ باور نکنید. من گرفتگیم همین روز است که من مجبور شدم از دست آنها گریزم. چطوری که دیده در نوار کودکانی مرا زده لطکوب کردن، این همش یک از نام پدرشان بود. به من سیانکه کرده فرستاندن. این همش مجبورم بود که من از اینجا مبلغی کلان رایی کنم. بین مردم مشمش ها بود که گویا که پدرش کودکان را به آن خاطر میزند که پول فرستاد. اما وقتی که ما گفتیم بیبیش رد کرد، گفت که نه این گونه نیست. بله. همین گونه بود؟ بله اکا جان، این گپ راست است. من هر گامی که پول میفرستادم، سومهای کلام میفرستادم، در آن خاندان من بهترین کلیم بودم، بهترین زن بودم. زنک جان میگفت سخنهای نغز میزد. روزی که من به پول میموندم، پول فرستاده نمیتوانستم، فرزندان مرا همه خیلی تکوب میکرد. حالا همه این سبشینی هایی که نویست از شوهرم در تلفن من سخرانیت است. در بانک میروم، انشالله روزهای نزدیک یکم بلیتی که شد من میروم، فرزندان رو میگیرم، صاحبی میکنم، نمیگذارم که دیگر در فرزندانم در پایشان خواب بزند. من همه چک ها را به مردم خلق تاجیکستان میرسانم که در هنگامی که من در شهر روسیه آمدم، من چه قسم راهی کردگیم. من در نیت خانه گرفتن آمدم، اما شوهر بیناموسم رو ابسپیچ کردم. در روسیش باید همین خیل فهمو. همین چند سال دوام داد؟ یعنی که فرزندها رو لطو کوب میکرد و میگفت که پول روان کن. چند سال دوام کرد؟ 1 سال و 4 ماه که جان. یعنی که 1 سال و 4 ماه چگونه توقت کرده؟ چگونه لطو کوبی فرزندها رو؟ من توقتم تا شد. هنگامی که فرزندان من تلفن میکردن به من جواب میکردن که ای جان سمراهی میکنید، به ما یگان چی نمیخرن، به ما چقیم نمیکنن. همهش رو در نزد آشناهاشون با جوره هاشون صرف میکنن توقت کنید فرزندانم همش خوب میشه، ما یک جایه میشویم. من هر دوی تو رو میگیرم. همین پسلید فرزندان من زنگ زدن، دخترچم گفت که ای جان ما رو خیلی توقف کردن، اکم را به نش رو بردم، در اشکمش خود داشتم که تا اینکه میکشم فرزند من نیستی. این گونه ویدیو هست؟ این حالت ها ویدیو نیست؟ نیست اگه جان. در من ویدیو ویزف کرد، نشان داد. من همچه مادر طاقت کرده نتوانستم که فرزندانم را این گونه حالت بینم. تلفن را کشتم و خیش تبارانم زنگ زدم. ویدیو چگونه پهن شد؟ همین ویدیو چگونه پهن شد در شبکه اینترنتی؟ من به خیش تبارانم پرتافتم این ویدیوها را. برها به من یک آدم خوب را برای کردم، نامرای مرا دادم، گفتم که به همین آدم گپ زن، این آدم میفهمد. اپل جان به شما 100 بار تشکر میگویم. همه آدم مرا با سنگین زاده واحد جان روبرو کردم، نامراشان را دادم، با واسطه اینترنتی ما گپ زدیم. کارمندی میلیتسیا و میلیتسیا دادم. بله اون خانومی که
اون خانومی که برای ما تماس گرفته بود ما و شما رو با هم پیوست کرد، یعنی که او گفت که ما همین کار رو تشکیل کردیم، همین ویدیوها رو پیشنهاد کردیم. او هم دوستی ما است، شناسی ما است، هم شناسی شما است. همین طور فقط بعدم دیر فهمیدم. همش راست است. سخنهای نیک میگویم. تشکر به شما که وقت خود را دریغ نداشته به ما وقت خود را صرف کرده. نه این چیز باعث تشکر نیست. وقتی که نوار رو مردم دیده بود دیگر همه خواب از دیدهش پرید. پس از همین نوار خدا شاهد است. من نمیدونم بعضا نفرها ما رو گفتن که تو پیار میکنی. ما 3 سال اومده که در همین برنامه پیار میکردیم. این باکی ندارد. دوم گفتن که تو باید نه این درست نگاه کنید. برای من چندین زنها کمپیرها زنگ زده گریه کردن. خدا شاهد است که گریه کردن که دلمون سبک شد. چندین مردم گفت که دلمون سبک شد، یعنی که همون نوار رو دیدیم سبک شدیم. جان رحمت به شما که یک آدمی دیوسه که فرزند خود را همه قلت کو میکنند. در آن خاندان من همچون غلام بودم، هم خوشدامنم، هم شوهرم، هر دو کس مرا داشته میزدن. در آن رولی که شما یکم بار تیار کرده شوهرم گفته است که از خانه برآمده رفت کوارتیر سیمکه. این گپ دروغ است. از خانه خودش خوشدامنم مرا خودش پیش کرد. تو یک یتیم چه نه پدر داری نه مادر داری، به هیچ کس لازم نیستی، هیچ کس رو قبول نمیکند. بنیاد رو کشیده در خانه میبی با گفت. میدونی خارک آبروی عزت، یعنی که آنها هر چی گفتن این اهمیت ندارد. آبروی عزت در دست پروردگار است. اگر او نخواهد کسی رساندنش نمیتواند. یعنی چون گفتیم بازی دو طرف میشود، ما یک طرف بازی میکنیم. یعنی که آنها رو شنیدیم. اکنون بسیار مردم خواهش کردند که باید مادرش رو هم شنویم. به چه خاطر شد، چه سبب شد، مادرش گریخت، چی شد، نام مادرش رو بد کردن. از این سبب گفتیم که بیا یک برنامه دیگر میکنیم. بله اکا جان تشکر زیاد. وقت خود را دریغ نداشته. دویم باره هم تشکر میگم. من از وی خاندان نگرفتم، همه این گپ را میداند. من با مصلحت خوشدامنم به روسیه آمدم. من یک هفته پیش از روسیه آمدم. من با خوشدامنم شده هم صحبت شدم. من گفتم که دخترت همین کار را کرد، همه به سری من گذاشت که من بیراه شدم، من فاحشه شدم. لیکن این کارهای کردگی دختری خودش کرد. من با خوشدامنم هم صحبت شدم. او گرازه کرد برای من، از محبس برایم تو را میکشم، در این خاندان تو غلام میشوی، همچون سر تو را نگهبانی میکنم. در پدوال در آمده از او گرازه های شوهرم من گرفته آمده بکه جان. تهدید میکرده؟ فرزندانم رو با آدمی همین باورینا به خانه گسل کردم. چون من روسیه رفتاسیم کار میکنم، انشالله آمده خانه میگیرم، هر جای تو را صاحبی میکنم. من فرزندی پرتابه ندارم اکه جان. در این دنیا من نه مادر دارم نه پدر دارم. میفهمیم. دو فرزند دارم خلاص اکه جان. هزار مادر بد هم باشد گنده هم باشد، یکی فرزندش رو دوست میداره. اینا همه میدوند مادر است. همه میدوند. در این بابت ما هیچ شک و شبهه نداریم. اما دلگیر نشوید. راستی میگویم ما تمام مردهای تاجیکستان آماده هستیم برای اونها پدری میکنیم و باوری دارم میلیون های مردانی که هستند با اونایی که تماس میگیرن میلیون ها هستند، همه آماده هستند که پشتیبانی کنن و پدری کنن. خدا شاهد است چندین نفر گفتن که ما میتوانیم که اینها رو در خانه خودمون حتی قبول کنیم، همچون خواهر همچون فرزند. خیلی زیاد بودن. تشکر زیاد به این سخنهای گفتگیتون به خلق تاجیکستان. به همه تشکر میگویم. خدا خواهد انشالله نصیب باشد در یکم ریس من به تاجیکستان میروم، با شما میشینیم، فرزندانم هم صحبت میشویم. من با حق گپ را میفهمم. حاضر فرزندان من در ترس و هیجان هستند، یعنی که آنها را پدرش و بیبیش ترساندن که حاضر پدرتان را گنده گوید.
پدراتون رو حبس میکنند، مادرت در روسیه، هر دی تو رو در یتیمخانه میگیرد، یعنی که دیتون میگیرد. میشمیش های مردم در کامنتار همین گونه بسیار بود که میگفتن که اینها رو یاد دادن این گونه سخن گفتن رو، یعنی این چیز اساس دارد از این معلوم میشود. بله اکه جان همه این گپا رو به فرزندان من یاد دادم پیشکی که اگر هر دی تو گویی که پدرمون ما رو میزد. میشنویم یعنی که اگر هر دوی تو که گوی فرزندانم رو ترساندم، که اگر هر دوی تو بگویی که پدرمون ما رو میزد، هر دوی تو به دیدام افتایی. از همین ترس فرزندان من در هیجان هم گپ زده نمیتوانند. یک روز پیش من با هم صحبت شدم با فرزندانم گفتن که ای جان کی می آید مرا میگیرید، بر وقت بیاید ای جان. اوازاشون رو ثبت نکردید؟ اوازاشون رو نگاه کنید. هر یک تلفن رو فهمون حالا تکنیک زمانه خیلی پیش رفته است که همون تلفنی که در تلفنش هر چی که بود یک ساله برقرار میکنه، یعنی وصلنلی میکنن، تمامی موادهایش میبرد هر چیز نوار گرفته بود. اینها هست و با فرزندان شما بهترین پسیخولوگ های بچگانه کار کرده ایستادن. من رفته خودم شاهد بودم، کار کرده ایستادم که آنها رو آیسته آیسته به همین چیز مبدل میکنند و از آنها هر چی که هست میگیرن. اکنون اساسی من به شما گفتنیم فرزندان من حتما مرا میفهمند، حتما میگویم چی واقعه بود در وی خاندان، چی گپ و کلاچه بود، همش رو میگویم. انشالله من روم و ها دلپور شوند، مادرشون در نزدشون هست به دیدم نمی افتایم، حتما فرزندان من میگویم. حالا اون که وی ها ترسیدگی هم. درست. اکنون سوال اساسی، حالا اگر که میگن مادرش از روسیه بیاید فرزندانش رو میگیرد یا با اون خاندان میره و عموما چی میشود آخرین؟ نه اکا جان، من خدا خواهد میروم به رئیس شهر ناحیه و تمام جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکنم برای من یاردم جدا کرده شود. من فرزندان خودم را میگیرم در نزدم، انشالله فرزندانم با من میشوند. به هیچ کجا نمیمانم که به من باشم فرزندانم، من به هیچ کجا نمیمانم. من در این دنیا دو فرزند دارم، نه پدر نه خواهر نه برادر نه مادر، هیچ کس ندارم غیر از اینکه دو فرزندم. انشالله میروم همه چی که بانک‌ها رو میبردارم به خلق تاجیکستان نشان میدیم، فرزندانم را از آن خود میکنم، دیگر نمیگذارم که برای پای خوری فرزندانم خور بزند. فهمو. در اخیر به مردم چی گفتنی داره؟ مردمی که همه تماشا به مردم کل تاجیکستان گفتنیم که کدام آدمی که مرا دستگیری کردن تشکر زیاد. من همه کامنتاری های شما را خوندم، به پادپیسچیکان اکی دلاور صد تشکر، به همه بردباری میخواهم. آنانی که مردانی که در حق من گپ های ناحق زدن، شمایان نمیدانستید در آن خاندان چی گپ و چی خلاصه بود، چقدر مرا عذاب دادن، شما نمیدانستید. التماس خواهش میکنم گپ های قبیح نزنید، در یک خاندان شما زندگی کنید، بعد میفهمید